عرض درود و حرمت نثار تک تک شما دوستان نازنین و نهایت گرامی. امیدوار هستم خوب و صحتمند باشید. سخنان این مولای مفتخور را بشنوین یک بار دوستان عزیز. عبدالله ابن عمر ای زن گرفت، بچه عمر رضی الله عنه بسیار زیبا بود. عبدالله ابن عمر، عبدالله فرزند عمر ابن خطاب بود. میگه یک زن را گرفت بسیار زیبا بود. او را از جهاد مانع شده بود به این طریقه بسیار ضعیف. میگه عبدالله ابن عمر را، یعنی پسر عمر ابن خطاب را، از جهاد مانع شده بود. اجازه نمیداد که جهاد کنه چون میخواست زنده بمانه و در راه محمد خودکشی نکنه. جهاد میکرد ولی کم کم به محبت به زن پیدا کرد. عمر رضی الله عنه گفت که محبت به زن پیدا کرده بود. یعنی محبت به زن پیدا کردن عیب است در دین اینها. طلاقش بده. بعد عمر پدرش میگه طلاق بدی اون زن را. چرا؟ چون به اون زن عشق پیدا کردی، محبت پیدا کردی. بچه خدا گفت امیر المؤمنین، وقت امیر المؤمنین نشده بود. خب رسول الله صلی الله علیه و حضور داد، گفت طلاق بده. گفت علتش چیه؟ گفت علتش من میگه زنت را طلاق بدی. عمر به فرزند خود میگه، به عبدالله فرزندش، علت این طلاق دادن را از عمر ابن خطاب میپرسه. گوش کنین که عمر ابن خطاب چی پاسخ میده از زبان مولای مفتخور. گفت علتش من نمیگم برات، علتش را نمیگم برات، این دلیل ندارم، میگم طلاق بده. اینم از عقل و جمجمه خالی عمر ابن خطاب. علتش را نمیدونه، نمیگه، خب فقط میگه که زن را باید فرزندش طلاق بده چون زن ابزار است به نظر این مسلمانان. او گفت که نه من گفت نمیتونم. گفت من طلاق نمیتونم. پس عمر زمان رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و یعنی میتونست که بچه را بزنه. خوش حکومت بود، دولت بود، نه؟ پیش رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله من میگم این بچه من زن تا طلاق بده، نمیتونه. پیش محمد میره عمر که محمد مجبور کنه عبدالله را، فرزندش را، که زن خود را طلاق بده. چرا؟ چون زن خود را دوست داشته. اینها باید فقط زنان را استفاده جنسی کنن، دوست نداشته باشن. بعد نظر امین مولای مفتخور را در مورد عشق میشنویم که در مورد عشق این مولای مفتخور چی میگه. عمر رسول الله صلی الله علیه و عبدالله ابن عمر را که بسیار محدث چه حدیث روایت کرد، محدث هم هستن ایشان. خواستش گفت که بیا، گفت که اطیع اباک، پدر تا گفت اطاعت. عمر پیامبر اسلام هم گفته زن را طلاق بدی، پدرت را عمر را اطاعت کن، بی دلیل زنت را طلاق بدی. یعنی دلیلی هم وجود نداره. چرا؟ چون دوستش داری. دلیل فقط عشق ورزیدن به زن است که چرا به زنت عشق می‌ورزی، یعنی باید استفاده جنسی کنی و دیگه نیاز نداری تو به این زن. زنها گفت که این مانع جهاد شده. بله، الان محمد دلیلش رو میگه که مانع جهاد شده. یعنی شما اگر علاقمندی و عشق به فرزندانتان داشته باشید، جهان را، زندگی را به خاطر ملاها و به خاطر اسلام و به خاطر پیامبر اسلام ترک نمی‌کنید. شما باید از زنانتان متنفر باشین تا بتونین در خدمت پیامبر اسلام قرار بگیرین و خودکشی کنین. اینها مردم را به همین دلیل دنیای بعد از مرگ را وعده میدن تا این دنیا را از پیششان بگیرن. محبت کرده بازن. خب شنیدین دوستان بزرگوار که این مولای مفتخور چی گفت؟ الان در مورد این مسئله آیت قرآن وجود داره و آیت قرآن هم یک بار رجوع میکنیم ببینیم که چی گفته. در سوره التغابن آیه 14 اینم متن عربی آیت گفته ان من ازواجکم و اولادکم، زنان و اولادهای شما دشمنان شما هستند. ببینید دوستان عزیز که اسلام چگونه بنیاد خانواده را سست میکنه. اسلام و ایجاد دشمنی در نهاد خانواده. میای الله اسلام با صراحت میگه چی؟ اینم ترجمه فارسی. ای کسانی که ایمان آورده اید. بعضی اینجا مترجم اضافه کرده در آیت قرآن، بعضی نداریم. ان من گفته، ان یعنی قطعا از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند. از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند، از آنها حذر کنید. یعنی قرآن چی میگه؟ قرآن میگه زن فرزند شما دشمن شماست، از اونها دوری کنین تا در خدمت پیامبر اسلام قرار بگیرین و مزدوری و غلامی پیامبر اسلام را کنین و در راه پیامبر اسلام خودتان را بکشین، اما علاقمندی به زنان و همسرانتان نداشته باشین. این مولای جاهلم. و آیت قرآن هم که سوره التغابن بود، شما دوستان عزیز دیدین که قرآن هم میگه زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند، چون اجازه نمیتن که در راه محمد خودتان را بکشین و خودکشی کنین. الان میریم به نظر این مولا در مورد عشق. ببینیم این مولا در مورد عشق چی میگه. اون کافر میکنه.
والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. شنیدین دوستان عزیز؟ ابن قیم یکی از بزرگان این هست، میگه عشق انسان را کافر میکنه. عشق انسان را کافر میکنه. والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. ببینید ملاهای مفتخور را چگونه عشق و محبت و موسیقی و هنر را از انسانها میگیرند تا انسانها را در یک چاله فرو کنند و بعد دنیای بعد از مرگشان را رنگین میسازند. عشق در دین اینها حرام است. عاطفه در دین اینها حرام است. محبت در دین اینها حرام است. انسانیت در دین اینها حرام است. مهربانی در دین اینها حرام است. هر عمل خوب در دین اسلام حرام است. عشق از عشق کرده زیبایی نمیشه پیدا کرد. زیبایی فراتر از عشق نمیشه پیدا کرد. اما این ملا را ببینید، ملای جاهل را، ادامه سخنش را گوش میکنید. حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم. اینم علتش. چرا؟ چون فردی که عاشق میشه هر کار را به خاطر خودگذری از جانگذاری را به خاطر معشوقه خودش یا به خاطر معشوقش انجام میده. اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت، نه؟ واقعا اختیار رفت. کس با کی کرد؟ خودش کرد. یک از پس میدوانی اول به اختیاره به اندازه بدم. یک دفعه که خوب این مثال جفنگش را ببین. اسب را با عشق مثال میزنه. اینا دیوانه هستن. نادانترین انسان ها همین منبر بدستان هستن متاسفانه. زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت. حالا هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیای متو دریا خیز میزنه در دریا. شنیدین دوستان عزیز؟ عشق حرام است. ببین چیز کفر است میگه. باز میگه خیبیه که من تو کارم میکنم میگه. ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. ابن قیم میگه عشق انسان را به شرک. ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. شنیدین دوستان عزیز؟ عشق انسان را به شرک میرسانه. مسلمانان عزیز، نه عشق، نه محبت، نه عاطفه، نه احترام، نه خوبی، نه هنر، نه موسیقی، نه شعر سرودن، نه انسانیت، اینها هیچ کدامش در دین شما حلال نیست. همه در دین مبارک اسلام شما حرام هستند. حتی عشقی که رابطه دو فرد با این عشق ساخته میشه و ستونش با عشق آباد میشه و ادامهش با عشق ادامه پیدا میکنه، در دین اسلام اینم حرام است. الان این ملاها رو ببینید بس چی سادگی در منبرهایشان این یاغی ها دروغ میگن. دروغ این آقا رو گوش کنین. خانمش گفت رئیس جمهور گوش کنید دوستان عزیز، در مورد رئیس جمهور روسیه چی میگه؟ روسیه خانمش گفت 10 سال است که شوهرم پیش من نزدیک نشده. 10 سال. گفت که 1 سال بعد مرا میبینه دور می تو اشاره. ببینید دوستان عزیز، رئیس جمهور روسیه 10 سال است که خانمش میگه برش نزدیک نشده. چرا؟ چون در اون پایین منبر کسانی که اونجا نشستن انسان‌های بیشعور هستن، معذرت‌هایی میکنن، جاهلان هستن که چون این جاهل به این سادگی میتونه دروغ بگوید. در کجا گفته رئیس جمهور زن رئیس جمهور روسیه؟ در کجا گفته؟ هیچ جا. اینم از یک جاهل بزرگتر از خودش شنیده. گوش کن یک بار دیگر جفنگش را. رئیس جمهور روسیه خانمش گفت 10 سال است که شوهرم پیش من نزدیک نشده. 10 سال. گفت که 1 سال بعد مرا میبینه دور می تو اشاره میتم میگه میبینیم باز گم میشه میره. 10 سال شده. ببینید چقدر اینها جاهل هستن، چقدر اینها احمق هستن. معذرت‌هایی میکنه که با این وضاحت بیان میکنه. چقدر اینها هموطنان ما را احمق میپندارن متاسفانه. و نسل بعدی را اینها جاهل ساختن. نسل بعدی ما را اینها خراب کردن. بجز جفنگ، بجز چرند، بجز خرافات هیچ چیزی در خودشان نداره. بسیار هم دروغ‌های روان به روان. متاسفانه. ما عزل الله فاولئک هم الکافرون. ترجمه ده احکام با امید خرد دوستان نازنین برنامه را لایک کنین و به دوستانتان بفرستین برای آشنا شدن مردم ما با این